رسول الله صلی میگه که از امی استخوان چپ آدم علیه السلام که استخوان قبرغه است، از این آدم بی حوا را الله آفرید، باز به طرفش میلان کرد. عبدالله ابن عباس میگه چون که زن از مرد آفریده شده، بسیار میلان به طرف مرد داره. کل دنیا را بر زن بیتی، پاچایی، زمین، خوراک، موتر، شوهره که برش نتی هیچ دیگه چارش نمیشه. میگه نه او سکوی چیست، مرد به ما بکاره. ولی یکم تا زنای دخترای خدا نمیمونن آروسی کنن. قرار اونجا نگاهش کردم، چند ساله شده؟ یک 20 یک خواشه. چند ساله؟ 20 ساله شده. ولی 20 خوب نخیر، در 15 سالگی او جوان شد. بتی حالا چرا نمیتی؟ والا ما یک لیست میگم تو جور کردیم، این لیست کسی پورا نمیکنه. یکی شوتال اسی است. خب بعد رسول الله صلی میگه از طرف چپ آدم پیدا شده، در این کجی از دم استخوان قبرغه کجی است، در این هم تو یک کجی اکثرش میتونه، مگر کسایش که بسیار با تقوا باشه. اینال وقت کجی است، اینال مردارا میگه که شما کت از اینا گذاره کنید. جنجال هم صفات مثبتشان ببین منفیشه، مثبتش حساب کن. میتونه که یک صفت منفیشه دیدی دیگه خلاص. اگر مرد میگه بخواد بگه 100% زن از من اطاعت کند، در همه بی مشکل است، نمیشه. 100% اطاعت نمیشه. بعد گزاره کنید. واستوصوا بالنساء خیرا، خیرخواهی زنا را بکنید. اینال یگام تا کت زن خود دعوا میشه و هم جیل میکنه. نه یگام دفعه بازی چی میگه او زنو راستت میکنم راست. او خستخان کج هست نه؟ او چی میگه ولی اگر راستم کرده بتانی. هر چی که میزنه چوبا میگیره، زدن افغانی میزنه هیچ بازم میگه گفتم که راستت میکنم، اون میگه نمیتونی. آخر باید پیامبر صلی میگه راست کردن چیز طلاق هست، میده میشه طلاق دیگه، چاره نی. پس گزاره کنه خیر. یگام صفتای مثلا آمدی دیگ نکرده، یک روز دیگ نکردی، نه اوهو اینال اینجا دیگه زدن و کندن شروع نکن، یا نمک زیاد شد، نمک کم شد، دیگ خوب نشد، خیر خودت گزاره. وحدث بها خبرا عن خبر فأبدى اشتياق